چرا نباید از HPV یا بیماری زیگیل تناسلی ترس داشته باشیم؟ سلام و احترام خدمت دوستان عزیز، من پیمان، اینجا کانال پیمانکست. امروز بنا دارم راجع به HPV یا Human Papillomavirus با شما صحبت کنم یا نام فارسی اون زیگیل تناسلی. ابتدا برای شما بگم که چرا اصلا نیت کردم چنین محتوایی ضبط بکنم. خب من تحصیلات، تخصص و کسب و کارم یک دنیای دیگه هستش و بی ارتباطم با دنیای پزشکی، اما دوستان پزشکی دارم و راجع به مسائل متفاوتی ما با دوستان صحبت میکنیم و از یکیشون مطلع شدم که خیلی از مریض هایی که درگیر این بیماری هستن متاسفانه به علت عدم آگاهی درست و نشناختن این بیماری و مراجعه دیر یا عدم مراجعه به پزشک خودشون رو بیش از چیزی که باید آزار میدن. دوستان، اولین کاری که تو دنیای امروزی ما میکنیم راجع به هر مسئله‌ای سرچ کردنه، دریافت محتوا از سوشال مدیاست، از شبکه‌های مجازی است. همونطور که میدونید، چون دوستانی هستید که تصویر من رو دارید میبینید و احتمالاً با سرچ به محتوای من رسیدید، درگیر فضای سوشال مدیا یعنی هستید. اما دوستان یادتون نره، SEO یک محتوا، اقبال بر یک محتوا بر اساس ایمپرشن یا میزان توجه مخاطب به اون محتوا شکل میگیره. پس طبیعیه که یک سری پیج ها، که یک سری محتواها، چه در وبسایت چه در سوشال مدیای وایرالی در ایران و پرکاربردی در ایران مثل اینستاگرام، بر اساس ایمپرشن و توجه گرفتن از مخاطب طراحی بشن. پس از ترس شما، از ناآگاهی شما، از نگرانی شما متاسفانه استفاده میکنن برای اینکه بتونن ایمپرشن بیشتری بگیرن، برای اینکه بتونن یه سری متدولوژی های فیک دروغین تحت درمان های خانگی یا درمان های گیاهی به شما بفروشن. پس اگر که در اینترنت با محتواهایی برخورد کردید که شما رو نگران تر کرده نسبت به این بیماری یا هر بیماری دیگه‌ای، بدونید از نظر دوست پزشک من اصلا بیماری رو نباید سرچ کرد. در هنگام برخورد با یک بیماری یا در هنگام رخ داد یک بیماری، بهترین حالت در ابتدا این هست که شما با یک پزشک مطرح کنید مسئله رو، مشورت کنید و طبق نظر اون پزشک جلو برید. چه بسا بسیاری از نگرانی های شما که اصلا حقیقی نیست، بر اساس ناآگاهی، نگرانی و ترسی که در فضای مجازی وجود داره شکل گرفته. پس در ابتدا بدونید که دوست پزشک من اولین پیشنهادش به همه افراد این هستش که اصلا بیماری رو نباید سرچ کنید. پس من خواستم دلیل این که یک سری پیج ها و محتواها شما رو میترسونن چی هست. اما در کانال پیکست ما بحثمون آگاهی دادنه. من دوست دارم راجع به موارد متفرقه‌ای که در زندگیم آشنا میشم حداقل آگاهی کوچکی سعی بکنم به یک جامعه مخاطبی هرچند اندک برسونم. پس من میخوام اینجا بر اساس واقعیات، بر اساس گفته های دوستان پزشک خودم صحبت کنم. یه مقدار من راجع به ماهیت این ویروس صحبت کنم و در ادامه به این موضوع برسیم که چرا اصلا چنین بیماری ترس نداره. خب این بیماری مثل یک سری بیماری های جنسی طبیعتاً در هنگام رابطه جنسی ممکن هستش که شما بهش مبتلا بشید. HPV، HIV و یک سری هپاتیت ها وجود دارن که از این طریق ممکنه به شما منتقل بشن. پس اگر رابطه‌ای با یک فرد یا یک شریک در زندگی خودتون دارید، سعی کنید از بک‌گراند اون آدم مطلع باشید، اینکه آیا بیماری داره و حتما راجع به این مسائل صحبت بکنید و تو فضای رودرواسی یا تو فضای رعایت کردن یه سری مسائل نباشید، به خاطر اینکه انسان باید بدونه که با چه کسی داره روابطش رو جلو میبره و واجب هستش که حتما راجع به بک‌گراندش یه سری اطلاعات رو حتی به صورت دیتیل داشته باشه. حتما پیشنهاد میکنم که روابط جنسی متعدد نداشته باشید با افرادی که نمیشناسید. در برخوردهای اتفاقی به هیچ وجه روابط جنسی برقرار نکنید و تا جایی که میتونید از پروتکشن یا کاندوم استفاده بکنید که ریسک ابتلای خودتون رو به این بیماری یا هر بیماری دیگر مقاربتی کاهش بدید. اما راجع به HPV دوستان، اولین نکته‌ای که شاید من باید به شما بگم این هستش که HPV انواع مختلف داره. این ویروس یک سویه نیست، سویه های متفاوتی داره و عملاً هر سویه یک سری
شاید اختلالات رو، یک سری مشکلات رو برای شما به وجود بیاره. اما آن چیزی که من در فضای سوشال مدیا و فضای آنلاین متوجه شدم و مشورت با دوستان پزشک خودم، اینکه یک سری افراد فکر میکنن که این بیماری یک بیماری خوب نشدنی است و قرار هست که تا آخر عمر درگیر این باشن. من همینجا خیال شما رو راحت بکنم که ابتداً این بیماری است که در خیلی از انسان‌ها بین 6 ماه تا 2 سال کاملاً رفع میشه. یعنی خود بدن با سیستم ایمنی خودش و مقاومتی خودش این بیماری رو حذف میکنه و در بدن شما دلیت میشه. و بدانید که با گرفتن یک سری داروها و درمانهای پزشکی تخصصی شما میتونید این موضوع رو تسریع بکنید. یک سوال دیگه ای که پیش میاد این هستش که آیا اگر به HPV مبتلا شدیم دیگه زندگی تموم هست و حداقل در بازه‌ای که مبتلا به اون هستیم و ویروس در بدن ما وجود داره نمیتونیم رابطه جنسی برقرار کنیم؟ این سوالی است که بهتر هست با یک پزشک مطرح بشه. اما تا جایی که من میدونم طبق یک سری شرایط خاص با پارتنر خودتون اگر رابطه داشتید و HPV مبتلا شدید که میتونید ادامه بدید. البته میگم با پزشک حتما مطرح کنید. اما طبق یک سری شرایط خاص و گرفتن داروهای خاص شما میتونید عملا ابتلا رو از خودتون به پارتنر دیگر متوقف کنید. موضوعی است که حتما باید با پزشک خودتون، با متخصص خودتون مطرح کنید تا اون به شما بگه که به چه شکل باید باشه. اما پس راه حل برای این موضوع هم داره. روش تشخیص این بیماری چی هست؟ دوستان ابتدا بدونید خیلی از افرادی که زائده های پوستی روی ناحیه آلت تناسلی خودشون مشاهده میکنن ابتدا باید دقت کنن که نمیشه گفت که فقط HPVه یا زگیل تناسلیه. ممکنه شما دچار اسکین تگ شده باشید، ممکنه مسائل دیگه باشه. پس قبل از اینکه خودتون رو قضاوت کنید و با سرچ های متعدد ذهن خودتون رو به هم بریزید و مترونوم زندگی خودتون رو از حالت نرمال خارج بکنید، ابتدا با یک پزشک اورولوژیست مشورت کنید. اون ناحیه تناسلی شما رو چک میکنه، معاینه چشمی میکنه و در خیلی از این مواقع اصلا اون موضوعی که شما ممکنه مبتلا شده باشید بهش و الان ذهن حتی خود شما رو به هم ریخته باشه اصلا HPV یا زگیل تناسلی نباشه. ممکنه که اسکین تگ یا زائده های پوستی دیگری باشه که در همه جای بدن رخ میده و به صورت نرمال میتونه در اون ناحیه هم اتفاق بیفته. بعد از مشاهده اگر پزشک مشکوک باشه یک آزمایش HPV تست برای شما تجویز میکنه. شما به آزمایشگاه هایی که خب این آزمایش رو میتونن انجام بدن مراجعه میکنید و نحوه خاصی از آزمایش روی شما انجام میشه. بعد از چند روز هم به شما پاسخ میدن که HPV شما مثبته یا منفیه. در خیلی از مواقع من به شما قول میدم که خیلی از افرادی که نگرانن اصلا احتمالاً درگیر HPV نیستن. موضوع دیگریه که جای نگرانی خاصی هم نداره. اما اگر خدایی نکرده هر کدوم از ماها درگیر و مبتلا به این بیماری شدیم چه باید بکنیم؟ همونطور که گفتم بیماریه که حتی اگر شما کار خاص و درمان دارویی براش انجام ندین به احتمال خیلی قوی بین 6 ماه تا 2 سال این بیماری حل میشه و از بدن شما پاک میشه. اما پزشک با درمانهای دارویی و تجویز یک سری داروها برای شما میتونه انتقال این رو از بین ببره و میتونه این زمان رو تسریع بکنه. پس اصلا جای نگرانی نیست. اما دختر خانومهای عزیز، خواهرهای بنده خیلی باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشن. تقریبا میشه گفتش که HPV برای مردها یک بیماری بی خطر هست. خطرش فقط در حوزه انتقالشه که هر فرد که مبتلا میشه با توجه به وظیفه اخلاقی خودش باید سعی بکنه که این رو انتقال نده، که کار بسیار ساده ای هم هست. با پزشک مشورت میکنید و مراجعه میکنید و اون راه حل ها و درمان این موضوع رو به شما میده. اما این بیماری یه مقدار نگران کننده تر هست برای خانوم ها، چون سرطان رحم رو تا حد بسیار زیادی ریسکش رو بالا میبره و حتما باید خانوم ها توجه بیشتری داشته باشن که ابتدا مبتلا نشن. اگر مبتلا شدن خیلی راحت و سریع اون رو درمانش بکنن و با پشت گوش انداختن یا شاید استرس شدن بی خودی سر مسئله‌ای که واقعا اونقدر رو هم جدی نیست سعی نکنن که خودشون رو به خطر بندازن و درگیر بیماری‌های جدی‌تری خودشون رو بکنن.
پیشنهاد میکنم دوستان اگر که ویدیوی من رو میبینن و در سنین پایین تری هستن، من این رو دقیق از روی متن میخونم که اشتباه نکنم، حتما واکسن گارداسیل که یک واکسن پیشگیری کننده از این ویروس هست رو تزریق بکنن، چون خیلی خوب هست که ما اگر میتونیم پیشگیری کنیم از موارد بیماری، خب پیشگیری کنیم، هرچند که جدی نیست، هرچند که خطرناک نیست، اما با این پیشگیری می شود استرس خودمون رو تا ناحیه بسیار مطمئنی مدیریت بکنیم و حداقل زندگیمون در این یک لاین خاص در یک روال منطقی پیش بره. خب دوستان عزیز، طبق مواردی که من جمع کردم، افراد میتونن از 11 سالگی این واکسن گارداسیل رو دریافت کنن. اگر در سنین کمتری، مثلا تا 16-17 سالگی شما این واکسن رو دریافت کنید در 2 دوز به نواحی زمانی که خود دکتر برای شما یا پزشک برای شما تجویز میکنه، میتونید این موضوع رو سیف بشید و تقریبا دیگه ایمیون بشید نسبت به این موضوع. اما اگر در سنین بالاتر هستید تا 25-6 سال، ممکن هستش که تعداد دوز رو برای شما بالا ببرن یا فاصله های زمانی که باید این دوزها رو دریافت کنید رو تغییر بدن. اما من شنیدم بعد از 25-6 سال تا بالاتر احتمال داره که شما نیاز داشته باشید 3 دوز یا 4 دوز دریافت بکنید، که یک سری داروخونه ها هم من میدونم که این واکسن رو در اختیار شما قرار میدن. حتی اگر نخواهید که افشا بشه اطلاعات شما، میتونید بدون کد ملی خودتون این واکسن رو دریافت کنید که قیمتی گرونتری البته داره، ولی چیز بدی نیست. با کد ملی خودتون میتونید دریافت کنید. اما قبلش حتما بدونید که همه این چیزهایی که من بهتون میگم نمیتونید برای خودتون تجویز کنید. قبلش حتما باید با پزشک مشورت و راهنمایی بگیرید که بر طبق چه روالی این قضیه اتفاق بیفته و جلو بره. اما اگر دوستان من بخوام خیلی سریع عرایزم رو جمع‌بندی کنم و به شما اطلاع بدم که چه باید کرد بالاخره با چه این بیماری، ابتدا بدانید که اصلاً بیماری نگران کننده‌ای نیست. اصلاً بیماری نیست که شما خودتون رو بخواین از بین ببرین و ذهن خودتون، زندگی عادی خودتون رو به خطر بندازین که ممکن هست به چنین بیماری مبتلا شده باشید. خیلی از این حالت‌هایی که وجود داره و افراد به خودشون شک دارن اصلا HPV نیست. اگر هم HPV باشه قابل درمانه، قابل کنترله. این قابلیت وجود داره که انتقال اون رو قطع بکنن. پس دوستان اگر که شک دارید یا اگر استرسی نسبت به این موضوع دارید، اول از همه با یک پزشک اورولوژیست مشورت بکنید و به شما قول میدم که در خیلی از این موارد اصلا درگیر HPV نشدید. اما اگر اون پزشک مشکوک باشه به شرایط شما، برای شما آزمایش می‌نویسه. در خیلی از این موارد افرادی هم که مشکوک هستن به دریافت HPV باز مشکل خاصی ندارن و HPV نیست. اگر که خدایی نکرده مثبت شد جواب آزمایش شما بعد از چند روز، قطعاً قابل درمان هست. میگم حتی اگر شما درمان دارویی هم نکنید، احتمال این که بین 6 ماه تا 2 سال خوب بشید بسیار بالا هست. اما با پزشک خب یک راه منطقی تر، سریع تر و مطمئن تری رو شما طی میکنید. پس قابل درمان به سادگی هست. اگر خدایی نکرده دریافت کرده باشید، قابلیت کنترل داره که به افراد دیگه این بیماری رو منتقل نکنید. و در نهایت دوستان جوانتر، دوستان با سنین پایینتر بدونن که انسان در دوره‌ای زندگی میکنه که متاسفانه درگیر مطالب بسیار زیادیه. یادمون نره چیزی که خوب هست همیشه خوبه در تمامی بازه‌های زمانی. چیزی که غلط هست همیشه غلطه در تمامی بازه‌های زمانی. دوستان، تهمت در همه جای تاریخ یک معنی میده. دروغ در همه جای تاریخ یک معنی میده. کلاه گذاشتن سر بقیه، استفاده بیجا از اعتماد دیگران، سوء استفاده از نگاه دیگران به شما، همیشه معناش در تمام ادوار تاریخ یک معنیه. خوبی، درستی، مهربانی همیشه یک مفهوم دارن. هر جای تاریخ رو که شما باز بکنید بدانید که خیلی خوب هست و بهترین حالت زندگی این هست که شما یک پارتنر و شریک عشقی مناسب داشته باشید
که راجع به بک‌گراندش اطلاعات کافی رو داشته باشید و زندگی عشقی، تکاملی و جنسی خودتون رو در نهایت با اون یه نفر جلو ببرید. تا جایی که میتونید از پروتکشن استفاده بکنید. روابط متعدد نداشته باشید. روابط پرخطر نداشته باشید. یه چیزی هم توی پرانتز به شما میگم. حتما با کسی که رابطه جنسی برقرار میکنید سعی بکنید که در تاریکی این اتفاق نیفته. محل و نواحی تناسلی همدیگر رو نگاه بکنید و ببینید که اگر موردی برای مشکوک شدن وجود داره بتونید ازش مطلع شید. در نهایت برای همگی شما تن سالم آرزو میکنم، ذهن سالم آرزو میکنم و امیدوارم که هیچ وقت این بیماری رو دریافت نکنید و اگر که یه سری ساین ها رو دارید، یک سری سیمتوم ها رو دارید، اصلاً بدانید که ممکنه شما این بیماری رو نداشته باشید. خیلی از اوقات با معاینه یک پزشک و آزمایش دادن مطمئن میشید که ندارید. اگر هم داشتید بدانید که راه حل داره، اصلاً چیز خطرناکی نیست، اصلاً چیزی نیست که تا آخر عمر زندگی جنسی شما رو مختل کنه و حتما بگید دیگه من تا ابد به این مبتلام و به افراد دیگه هم منتقل میکنم. اصلا چه این مطالبی وجود نداره. همه کذبه، همه دروغ هایی است که در اینترنت وجود داره. خانم های مقداری حساس تر باشن به این بیماری چون احتمال دریافت سرطان رحم رو بالا میبره. اونها هم به سادگی میتونن اگر که خدایی نکرده مبتلا شدن خیلی سریع با پزشک مراجعه بکنن و موضوع رو حل بکنن و برای اونها هم باز هیچ راه نگرانی نیست. در نهایت امیدوارم که به سهم خودم تونسته باشم یک آرامش ذهنی به افرادی که این مسئله یک استرس هست در زندگیشون، این آرامش رو بتونم منتقل کرده باشم و بدونید که کانال پیکست چنین چیزی است. من سعی میکنم آگاهی هایی که دریافت میکنم رو با شما شیر بکنم و به اشتراک بذارم و همینطور راجع به کتاب صحبت میکنم، راجع به موسیقی صحبت میکنم، راجع به نوشته های کوتاهی که برام جذاب هست صحبت میکنم و موارد دیگه‌ای که برای هر کسی میتونه جذاب باشه. در نهایت اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید و اگر که دوست نداشتید دیسلایک بکنید. اگر که کانال براتون جذاب هست خواهش میکنم که حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال بکنید که از آپلودهای بعدی من خبردار بشید. امیدوارم که همیشه تنتون سالم، حال روحی و ذهنی و جسمیتون خوب و آن چیزی که در زندگی میخواهید رو به بهترین شکل داشته باشید. روز و روزگار خوش.